عوض شده، این دیگه کمترین چیز. استایلم، بدنم عوض شده، تفکراتم عوض شده، کتابی که میخونم تغییر کرده، شعری که مینویسم عوض شده، موزیکی که گوش میدم، فیلمی که میبینم، در مجموع همه چیز برای من تغییر کرده و واسه همین صدای من درست میاد؟ دوستان مطمئن باشم که آره فکر کنم درست داره میاد. آره همه چیز تغییر کرده، واسه همین خب سبک ترانه‌هایی که می‌نویسم هم متفاوت شده و جور دیگه می‌نویسم. نمونهش موزیک منه که پارسال منتشر شد. خیلی هم دوستش دارم، خیلی هم همتون میدونید که چقدر قبلش صحبت کردم راجبش. مرتضی چطوری عزیز دلم؟ آره خیلی هم راجبش صحبت کردم که چقدر دوستش دارم و چقدر متفاوته برام. حس میکنم لازم به گفتن نیست راجب اون ترانه که اصلا دیگه مثل بقیه موزیکای حتی خودم نیست، بقیه موزیکای دیگه هم نه، متفاوته. جنس ترانه، جنس صحبتی که داره درش انجام میشه دیگه فکر میکنم خارج از یک رابطه، خارج از یک عشق، خارج از خیلی چیزای عادی تره. واسه همین برای خودم خیلی جالب توجه بود. جالب توجه داریم این. خیلی برای خودم جالب بود و توجهمو به خودش جلب کرد که اگر من میتونم همچین چیزی بنویسم، اگر همچین چیزی در من اتفاق افتاده چرا که نه؟ اگر با متنم، اگر با موزیکم میتونم همچین تأثیری بذارم چرا که نه؟ چرا بخوام ساده تر برگزارش کنم و راجع به مسائل پیش پا افتاده تر صحبت کنم، بذارم چیزی که درونم هست رو انتقال بدم. و درون من الان این روزها نسبت به همیشه زندگیم خیلی تفاوت کرده. دوست داشتم این راجبش صحبت کنم. یه ذره کامنت‌ها رو میخونم، ذهنم پراکنده میشه، رشته کلام از دست من در میره. خب نه تنها رشته کلام بلکه دوربینم میافته. بذار من درستش کنم. داره خدا نیفت، پای خودم خورد. نخندید دیگه. خب آره خدمتتون عرض کنم که این اتفاق افتاد. من احساس میکنم که نسبت به همیشه زندگیم آدم متفاوت‌تریم و جنس نوشته های من جور دیگه ای شده. حالا این توضیحات رو دادم برای اینکه بگم الان این روزها جدیداً جور دیگه ای می‌نویسم، جور دیگه ای فکر میکنم و جور دیگه ای زندگی رو میبینم. این در موزیکام هم نمود پیدا میکنه دیگه، در ساخته‌های من، در ویدیوهایی که میسازیم. واسه همین خیلی به خودم دارم سخت میگیرم و سخت پسندتر شدم راجع به انتشار موزیک. هی میگم که نه، بذار اون چیزی که باید رو بنویسم، بذار اون چیزی که باید بشه بعد منتشر میکنم. ولی این بین تعداد زیادی موزیک هست که من قبل از این اتفاق نوشتم و ساختمش. خیلی زیاده تعدادشون، دونه دونه. حالا اگر شد توی این لایو تیکه‌های کوچیکشو براتون میذارم. یه تعداد خیلی زیادی از موزیکای من هست که پارسال ساختم، پیرار سال ساختم، نمیدونم 3 سال پیش نوشتمش، اما به خاطر اینکه حالا یا مجوزشو نمیدادن اون زمان، یا خودم نظرم عوض شده، یا خیلی چیزای دیگه منتشر نکردم، مونده تو آرشیو ترکایی که ساختمش و قشنگه. حالا با این که الان این روزها تفکراتم و جنس سلیقه‌ام متفاوت شده و حس میکنم موزیکای دیگه‌ای رو باید منتشر کنم، با این حال یه جایی تصمیم گرفتم که اینا رو بذار از اونجا به قبلش بگم. قبلش تصمیم داشتم که هر چیزی ساخته بودم مال قبل از این ایام و قبل از این حالت الانم بود، همه رو بذارم تو آرشیو و خدافظ، بذار جدید بنویسم. اما الان تصمیمم اینه، از یه جایی به بعد فکر کردم که اینها هم بخشی از زندگی من بودن، بخشی از واقعیت وجودی من بودن، چرا که نه؟ چرا نشنویدش؟ خیلی گرمم شو گلس. آخه آره گفتم که چرا که نه. برای همین تصمیم گرفتم که موزیکامو بدم، موزیکایی که قبل‌تر ساخته بودم. و راجع به موزیک با تو اینم هم توی کپشن نوشته بودم که شاید دلیلشو بعدم بگم، همین بود. من نمیخواستم این موزیکو بدم و یه سری موزیکای دیگه که به زودی میدم بیرون، منتشر میکنم و به گوشتون میرسه، تصمیمی برای منتشر کردنشو نداشتم. ولی به خاطر اینکه
حس میکنم بخشی از وجود منه که نوشتمش، ساختمش و واقعیت داره و خیلی حقیقی احساسات توی اون موزیکا. احساس کردم که نباید جلوشو بگیرم، احساس کردم که نباید این نعمتی که خدا به من داده، این برکتی که خدا به من داده در قالب ترانه، در قالب ملودی، نعمت دیگه، همش کار خداست، نباید من صد و مانعی بشم برای رسیدن به گوش شما. قطعاً که من وسیله‌ای ام برای همین کار ساده و نمیخوام جلوشو بگیرم. حس میکنم خدا وقتی محبت به من میده، من نه تنها منو، منظورم تو این نوعی هر کسی یه محبتی رو بهت میده، نباید جلوشو بگیری، باید بذاری این عشق انتشار پیدا کنه و در جریان زندگی قرار بگیره. برای همین این موزیکا رو منتشر کردم. در هر صورت پارسال سال خوبی بود، کمکار بودم، یه سری نوشته های جدید داشتم، خیلی 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 درگیر این بودم که من کیم، چیم، چیکار دارم میکنم. یه ذره به شناختن دوباره خودم احساس کردم که نیاز دارم و این کار رو پارسال بیشتر از همیشه انجام دادم. امسال هم درگیرش شدم. چشمام هم بله خوب شد، خدا رو شکر بهترم. آره این راجع به پارسال و اتفاقاتش که بسیار مثبت بود تو زندگی من و تصمیم گرفتم آدم دیگه‌ای باشم، تصمیم گرفتم که جور دیگه‌ای زندگی کنم. برای همین در ادامه این تصمیم نوشته‌های من، موزیکای من جنس و رنگ دیگه‌ای به خودشون گرفتن، اما نمیخوام موزیکایی که قبل از اون ساخته بودم رو سانسور کنم و به گوش شما نرسونم، میخوام اونا هم باشه و با تو اینم اولیش بود. توی این چند ماه آینده، توی همین چند ماه زود پیش رومون، دونه دونه موزیکایی که قبل‌تر نوشتم و به گوشتون نرسیده رو سعی میکنم منتشرش کنم. بذار مثلا بگم چیه میگم. به خدا امروز هوا ابری بودم، تا من نشستم لایو بگیرم شروع شد. بچه ها رمز آیپد من چنده؟ خب بذار یه دونه موزیک هستش احتمالاً به زودی بعد از فاینال شدن تنظیمش و بعد از میکس و مستر احتمالاً به گوشتون برسونم. من نمیبینم اصلا، افتاب زد چشم. یه لحظه وایسید. چقدر نور تأثیر داره. آره بد شد نه؟ بهتره. خب آره بذار این موزیک رو بذارم براتون. یاور همیشه مومن منه این.